مبشر مسلمیار استاد دانشکده شرایط دانشگاه کابل امرو در انفجار در غرب کابل جان باخت. مبشر مسلمیار با یک تن دیگر امروز هنگام آماج انفجار قرار گرفت که پس از تدریس در یک مدرسه دینی در نزدیک دانشگاه کابل میخواست این مدرسه را ترک کند. آقای مسلمیار عالم دین بود و زمان هم مسئول ریاست امنیت ملی به اتهام همکاری با مخالفان مسلح دولت بازداشت شد. جنان المجيد لدى الله حي ولا لم يمت بجانب حور